در دل این سرزمین پهناور جایی هست که زمان کند می شود، جایی که خورشید با مهربانی می تابد، پرندگان با شادی آواز می خواند و طبیعت بی کلام عمیق‌ترین حرف‌ها رو به ما می زند. به راستی که گاهی زندگی ما رو به جایی می کشاند که حتی در خواب هم نمی دیدیم. اینجا کینیاست، سرزمینی که روح را بیدار می کند، نه خبری از آلودگی و نه خبری از ترافیک.